هر یک کدام ما و شما حرکت داشته باشیم که در عبادت بندگی الله ما جوانمردی و همت بلندی خود ما نشان بدهیم، نه سستی و خستگی و تنبلی را. حرکت کنیم که عاشقانه، چی رنگی که عاشق برای معشوقش تمام مشقت‌ها و مشکلی‌ها را به گردن میگیره، ما و شما هم برای عبادت بندگی الله اگر چی مشکلی‌ها باشد در راه عبادت بندگی، مشکلی‌ها را به گردن بگیریم تا اینکه پروردگار بزرگوار از مشکلی‌ها و مشقت‌های آینده و آخرت ما و شما را آزاد و نجات بگرداند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکش می فرماید که حفت الجنة بالمکاره و حفت النار بالشهوات. پروردگار بزرگوار کنار و اطراف و گرد جنت پرده کرده شده است، رس کرده شده است و محکم کرده است با مشکلی ها و مشقت ها، با رنج هایی که در عبادت بندگی هست. راهی که انسان به جنت میبره، راهی که انسان خوشبختی دنیا و آخرت میکنه، او راهی هست که انسان خوشبخت میکنه. یعنی هرچند اگر مشکلی و مشقت داشته باشه راه عبادت بندگی، اما او راه انسان خوشبختی دنیا و آخرت میکنه. ما و شما اگر در کسب و کار دنیامو تا رنج نکشیم، تا اینکه از سحر تا بیگاه چی در سودا باشه یا چی در ساختمان و دیگر باشه، اگر عذاب نکشیم، ما و شما فایده از خود کرده نمیتونیم. آخرت هم آبادی، آخرت هم مثل آبادی و فایده دنیا هست. تا اینکه در دنیا ما و شما، پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا دنیا زراعتگاه آخرت است. تا حرکت نکنیم، سعی کوشش نکنیم، کشت و کار نکنیم، زراعت نکاریم، آخرت اون آباد کرده نمیتونیم. هر انسانی که اگر شوق و ذوق، میل و محبت جنت داشته باشد، باید که او انسان این رنج ها و مشکلی هایی که چی اندک چی کم و زیاد از زندگی و بالاش می آیند، اینها را در نظر نگرفته و به تمامی هستیش در راه پروردگار تیار باشه و بندگی را به خوبی بجا بیاره. چون که پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت که راهی که انسان به جنت میرسانه او راهی پر از خار است، راهی پر از مشقت و مشکلی ها هست، راه آسان نیست. اما راهی که انسان به دوزخ میبره بسیار راهی پر از شهوت ها هست، پر از لذت ها هست، پر از خواهشات نفس انسانیت هست. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکش می فرماید که وقتی که الله بزرگوار جنت خلق کرد، حضرت جبرائیل علیه السلام امر کرد گو ای جبرائیل برا جنت نظر که تماشا کن. وقتی که حضرت جبرائیل علیه السلام رفت در جنت داخل شد، دید که تمام نوع لذت و راحت در جنت محیا هست، تمامی خوشبختی و سعادتمندی و سربلندی در جنت محیا و تیار است. وقتی که او لذت و راحت جنت دید، او زینت جنت دید، او خوبی های جنت دید، بازگشت کرد آمد گو ای پروردگار، حضرت جبرائیل گو ای الله، هر انسانی که اگر وصف خوبی های جنت اگر بشنوه، با تمام راه ها سعی کوشش و حرکت میکنه تا اینکه در جنت داخل شود. اما بعد از آن خداوند بزرگوار گرد جنت به مشکلی ها و مشقت ها رس کرد، پرده کرد، دیوار گرفت. وقتی که مشقت ها و مشکلی های بندگی را در پیش راهی بنده و انسانیت گذاشت و شرط گذاشت که تا انسان عبادت و بندگی ها را به جا نآره در جنت داخل شده نمیتونه. بعد از آن وقتی که گرد جنت به مشکلی ها و مشقت ها رس کرد، حضرت جبرائیل گو ای جبرائیل برا از سری نو گو برا جنت تماشا کن.
وقتی حضرت جبرائیل رفت دید که راهی که انسان به جنت میرسانه بسیار راهی دشوار است، عبادت ها داره، شب زنده‌داری ها داره، خدا ترسی ها داره، بندگی ها داره، محبت و خدا دوستداری ها داره که هر یک کدامش مشکلی و مشقت ها دارن. وقتی این حالت ها را حضرت جبرائیل دید، گشت آمد گو ای پروردگار، من میترسم که یگان انسان در او جنت داخل شده نمیتونه. اینقدر مشقت و مشکلی بندگی را در راه جنت گذاشته، من میترسم که برای بنده ها خیلی دشوار است که این مشقت و وزینی ها را به گردن بگیرند و در جنت داخل شوند. بعد از آن الله بزرگوار دوزخ خلق کرد. حضرت جبرائیل گو ای جبرائیل، برو دوزخ نظارک تماشا کن. جبرائیل علیه السلام وقتی رفت او عذاب و مشقت و مشکلی و رنج و درد و داغ دوزخ دید. بعد از آن گشت آمد گو ای پروردگارم، هر انسانی که اگر وصف او عذاب و مشقت و سختی و تلخی دوزخ شنیده باشه، به حدی اقل به تمامی حرکتش سعی کوشش میکنه که در او دوزخ داخل نشود. بعد از آن پروردگار بزرگوار در گرد دوزخ تمام خواهشات نفس انسانیت، تمام لذت ها و شهوت های نفسانی و شهوانی را در گرد او برد، احاطه کرد، درست کرد، پرده کرد. بعد از آن حضرت جبرائیل امر کرد گو بره دوزخ تا نظاره کن، گردی دوزخ تا ببینه کن. جبرائیل علیه السلام رفت دید که در راهی که انسان به دوزخ میبره تمام نوع خواهشات نفس انسانیت هست. راه زنا، راه عرق، راه ربا، راه دشنام و غیبت و تهمت و منت و حقارت و چی نوعی بدیه که در دنیا وجود داره، همش راه های دوزخ هستند. وقتی که اینها را جبرائیل علیه السلام دید که تمام خواهشات انسان در گرد دوزخ قطار ماندگی و در راه دوزخ گذاشتگی هستند، بعد از آن گشت آمد نزد پروردگار گو ای پروردگارم، ای ربم، من میترسم که یگان انسان نمانده همه داخل دوزخ میشوند. یعنی تمام خواهشاتی که موافق خواهش انسانیت هست در راه دوزخ، در راهی که انسان به دوزخ میبرد او راه است. اما تمام رنج ها و مشکلی ها و مشقت هایی که انسان ناآرام و ناراحت میکنه در راه جنت و عبادت هست. یعنی برادرای عزیز و بزرگوار، این رنج هایی که ما برای عبادت میکشیم، شبها را یعنی مشکلی های تاریکی شب و دوری مسجد و گردن میگیریم و وقتها را غنیمت دانسته برای عبادت پروردگار میاییم انتظاری میکشیم و از جان و دل عبادت پروردگار را به جا میاریم. این همون مشکلی ها و مشقت هایی هستند که پروردگار بزرگوار در راه جنت گذاشته است. یعنی ما و شما برادرای عزیز بزرگوار راه را اختیار کردگی هستیم که در آخرش جنت است. او راهی که ما و شما را به دوزخ میبره انشاءالله رب العالمین ما و شما در او راه نیستیم. ما و شما در راهی هستیم که در آخر این راه جنت و رضای پروردگار است. از همه بهتر و بالاتر برای ما و شما در آخر این راه دیدار پروردگار است. برای همین برادرای عزیز و بزرگوار حرکت داشته باشیم. هر یک کدام ما و شما از همه ضرورترین چیز برای ما و شما عشق الله است. عشق الله، محبت الله، دوستی الله در دلها جا کنیم، انشاءالله که یگان نوع مشقت و مشکلی عبادت در نظر ما نمی آید. اگر عشق و محبت الله در دل ما نباشه برادرای عزیز و بزرگوار، ما و شما نسبت به عبادت و بندگی سست میشیم، تنبل میشیم، خسته میشیم، به همت میشیم، پست میشیم و ناآدم میشیم. از همه ضرورترین چیزی که ما و شما را برادرای عزیز و بزرگوار در برابر عبادت پهلوان میکنه، جوان مرد میکنه، شیر میکنه، یگانه عشق و محبت پروردگار است. عشق و محبت الله حرکت کنیم، در درون دل مجا کنیم. این محبت و دوستی دنیا را از دل بیرون کنیم و در جای اینها محبت و عشق و دوستی الله جا کنیم.
تا اینکه سبب خوشبختی دنیا و آخرت ما و شما شود. برادران عزیز و بزرگوار، انشاءالله که این نشانه های خوشبختی ما و شما هسته که اگر نظر کنیم در دنیا مسلمان ها زیاد هستند، مؤمن ها زیاد هستند، اما از این لحظه ها دور هستند، از این عبادت ها دور هستند، از این ذکر ها دور هستند، از این محبت ها و خداپرستی ها و خداجویی ها و خداگویی ها دور هستند. انشاءالله این سبب نشانه خوشبختی ما و شما هست. انشاءالله این راهی که ما و شما اختیار کردگی هستیم آخرش ما و شما را به جنت و به رضای پروردگار و به دیدار پروردگار میرساند.